چشمامو تنگ کردم و ستایش رو زیر نظر گرفتم. مدام از این طرف سالن به اون طرف میرفت. هر از چندگاهی نیم نگاهی به من مینداخت و لبخند میزد. بینیمو چین دادم و توی دلم پوزخند زدم. زنیکه پست بی وجدان. خیال میکرد نمیدونم چی توی سرش میگذره. خیال میکرد از کثافتکاریاش خبر ندارم. از پچ پچ حرف زدنش با تلفن. از اینکه هر روز یه قلم آرایش میکرد و میرفت خیابون خبر ندارم. تازگی هم که با یه مرد غریبه توی خونه قرار ملاقات میذاشت. لبامو روی هم فشردم. خودم اونو با اون مردک بی همه چیز دیده بودم. فکر میکرد بی غیرتم؟ نه، بی غیرت نبودم. امروز و فردا حقشو کف دستش میذاشتم. فکرشو هم کرده بودم. سرشو گوش تا گوش میبریدم. سزای زنی که به شوهرش خیانت میکرد همین بود. باید میمرد و میرفت زیر خاک. نگاه خیرم روی صورت ستایش ثابت موند. متوجه سنگینی نگاهم شد. سر چرخوند و لبخند زد و گفت چیه سیاوش جان؟ چیزی میخوای؟ سرمو عقب کشیدم. خواستم دهن باز کنم و بگم مرگ تو میخوام. اما به موقع جلوی دهنمو گرفتم. نه، الان وقتش نبود. نباید اجازه میدادم بفهمه چی توی سرم دارم. تا چند روز دیگه به حسابش میرسیدم. زنیکه ناپاک روز روشن جلوی چشم من با مرد غریبه میگفت و میخندید و اونو به خونه میآورد. حالا هم دلیل این همه استرس و بیقراری رو میدونستم. با اون مرتیکه دزد ناموس قرار داشت. فکر نمی‌کرد امروز خونه باشم. برای همین مثل اسفند روی آتیش شده بود. ذهنم جرقه زد. اصلا بهتر بود همین امروز کارو تموم می‌کردم و با این فکر چشام برق زد. باید حق این زنیکه خائن و اون مردک بی همه چیزو کف دستشون میذاشتم. باید میرفتم داخل اتاق خودمو میزدم به خواب. مثل همه اون زمانایی که زن بیوفام از خواب سنگینم سوء استفاده میکرد و اون مردک رو به خونه می آورد. باید این بار خودمو میزدم به خواب و بعد سر به زنگاه بالای سرشون میرسیدم. با این فکر از جام بلند شدم. ستایش با عجله به سمتم اومد. سیاوش جان چیه؟ چیزی احتیاج داری؟ از اینکه اینطور دست پاچه شده بود کلافه شدم. من براش چی کم گذاشته بودم؟ بعد از 4 سال زندگی مشترک این حق من بود؟ به سردی گفتم میرم توی اتاق. میخوام بخوابم. چهرش از هم باز شد. آره کار خوبی میکنی. برو استراحت کن. نفسم و پرصدا بیرون فرستادم. زنیکه عوضی خجالتم نمیکشید. اما ایرادی نداشت. دیگه نفسای آخرش بود. تیکه تیکش میکردم. وارد اتاق شدم و در رو نیمه باز گذاشتم. به سمت کشوی میز تحریر رفتم و اونو بیرون کشیدم. چاقوی شکاری یادگار دایی خدا بیامرزم و برداشتم و زیر بالشم پنهان کردم. باید منتظر میموندم تا اون مردک بیاد. با همین چاقو هر 2 نفرشونو به درک میفرستادم. روی تخت دراز کشیدم. زمان برام کشدار میگذشت. چند بار دست بردم زیر بالشم و چاقو رو چک کردم. سر جاش بود. نمیدونم 1 ساعت گذشته بود یا 2 ساعت، اما یک باره دستگیره در تکون خورد. به سرعت چشمامو بستم. در اتاق نیمه باز شد. از لای چشمام نگاه کردم. ستایش به آرومی سرشو وارد اتاق کرد و نیم نگاهی به من انداخت. چند ثانیه بعد به سرعت در رو بست. از روی تخت پایین پریدم و خودم رو پشت در رسوندم. صدای پچ پچش رو شنیدم. خونم به جوش اومد. دست بردم سمت دستگیره در و به آهستگی در رو باز کردم. ستایش رو دیدم که به سمت در سالن رفت و اونو باز کرد. رگ گردنم بیرون زد. دیگه وقتش رسیده بود. به عقب چرخیدم و به سمت تخت خواب رفتم تا چاقو رو بردارم. اونقدر عجله داشتم که 1 بار سکندری خوردم و وسط اتاق ولو شدم. با شنیدن صدای پا که به اتاق نزدیک می شد خودم رو جمع جور کردم. باید بلند می شدم و چاقو رو به دست می گرفتم. از جا بلند شدم. به چند قدمی بالش نرسیده بودم که 1 باره در اتاق باز شد. هراسون سر چرخوندم. با دیدن پدرم جا خوردم و عقب پریدم. به دنبالش 2 تا مرد سفید پوش وارد اتاق شد.
با چشمایی از حدقه در اومده گفتم چیه بابا؟ اینجا چی کار میکنی؟ پدرم به آرومی به سمتم اومد و گفت چیزی نیست سیاوش. اومدم ببرمت یه جای خوب. دستم و سپر خودم کردم. گفتم جلو نیا. کجا میخوای ببریم؟ به یک باره چشمم افتاد به ستایش که غم زده به من نگاه میکرد. 2 مرد سفید پوش به سمتم اومدن. نعره زدم چتونه؟ چی میخواین توی خونه من؟ پدرم دستش رو روی بینیش گذاشت. سیاوش جان داد نزن بابا. میریم یه جایی که واسط خوبه. حرف منو گوش کن پسرم. چشمام درشت شد. کجا میخوایم بریم؟ اصلا این دوتا کیان؟ پدرم با غصه گفت بابا جان همش توهم داری. همش آدمای عجیب غریب میبینی. به زن جوون تهمت میزنی. همش میگی یه نفر رو میاره توی خونه. به زمین و زمون شک داری. بیا بریم دیگه بابا. فریاد زدم تو هم همدست این زنیکه‌ای؟ من توهم ندارم. خودم دیدمش. خودم اون مرتیکه رو باهاش دیدم. الانم میخوام کار رو یه سره کنم و چرخیدم و به سمت بالش هجوم بردم. 1 قدمی تختم رسیده بودم که یک باره به عقب کشیده شدم. سر چرخوندم. 2 مرد قوی هیکل به بازوام چسبیده بودن. دست و پا زدم. ولم کنید بی شرفا. چی میخواین از جون من؟ بابا بهشون بگو ولم کنن. صدای حق ستایش توی فضای اتاق پیچید. صدای بغض‌آلود پدرم رو شنیدم که میگفت داد نزن بابا جان. نذار همسایه ها بفهمن. اومدم کمکت کنم. نمیخوام اوضاع بدتر بشه. لگد پرونی کردم و گفتم من چیزیم نیست. من هیچیم نیست. بابا بگو ولم کنن. پدرم جوابمو نداد. به 2 مرد قوی هیکل اشاره کرد. اونا کشون منو از اتاق بردن بیرون. خودمو پیچ و تاب دادم اما نتونستم از دستشون خلاص بشم. نگاهم روی صورت گریان ستایش ثابت موند. نعره کشیدم میکشمت ستایش. خائن عوضی میکشمت. صدای یکی از 2 مرد قوی هیکل رو شنیدم که میگفت میبریمش ترک کنه. امیدواریم مغزش زیاد آسیب ندیده باشه. شیشه همین جوریه دیگه. آدم توهم و هذیون میگیره. همش آدمای عجیب و غریب میبینه. صداهای عجیب و غریب میشنوه. چیزایی که وجود خارجی ندارن و میبینه. و بی توجه به نعره هام منو از خونه بیرون بردن. به نظرتون اونا راست میگن؟ مگه میشه شیشه باعث بشه که من دچار توهم بشم و زنمو کنار یکی دیگه ببینم؟